من حسن حسنی از همینجا سلام عرض میکنم خدمت همه مردم ایران و سال نوشون رو تبریک عرض میکنم و از همهشون درخواست دارم که برای آزادی ما یک کاری بکنن. میخوان تظاهرات کنن، میخوان هر کار کنن تمام بگیرن پیش زن و بچه همون که ما عیدمون از دست دادیم، همجور اسیر اینجا موندیم. ما برای دولت رهبری اصلا اهمیتی نداریم. اگه ما بودیم بعد از 100 روز برای ما کاری انجام میداد و دولت خودش میدونه که ما اینجا چی کاری بودیم و برای چی کاری بودیم. و برای دولت بشار اسد اصلا آزادی ما مهم نیست، نمیخواد که ما رو با اسیران ارتش آزادی این کشور مبادله بکنه و برای ارتش آزادی این کشور آزادی و سلامتی اسیران شد.